سلام، من محمد صادق زهری هستم و امیدوارم حالتون عالی باشه. تو این ویدیو میخوام خیلی ساده براتون توضیح بدم که چرا آپدیت کردن گوگل کروم اینقدر مهمه و چه تأثیراتی روی امنیت، سرعت و تجربهمون از اینترنت میذاره. خب بریم سراغ اصل مطلب. مورد اول امنیت بالاتر هست. اولین و مهمترین دلیل امنیته. گوگل کروم یکی از محبوب ترین مرورگرهای دنیاست و خب این باعث میشه هدف خیلی از حمله های سایبری قرار بگیره. هر بار که گوگل کروم یه نسخه جدید از کروم منتشر میکنه، داخلش کلی وصله امنیتی هست. یعنی گوگل میاد باگ ها و حفره های امنیتی که توی نسخه های قبلی کشف شده بودن رو میبنده. یه مثال ساده اگر بخوایم بزنیم، فرض کنید در خونتون یه قفل داره که چند وقتی مشخص شده خیلی راحت این قفل باز میشه. خب واضحه که باید سریعاً عوضش کنیم، درسته؟ آپدیت کروم هم دقیقاً همینه. یه قفل جدید و امن‌تر برای مرورگرمون هست. مورد بعدی سرعت بهتر و بهینه‌تر هست. نسخه های جدید کروم معمولاً با بهینه‌سازی هایی همراه هستند که باعث میشه سرعت بارگذاری سایت ها بهتر بشه، مصرف رم پایین تر بیاد و عملکرد کلی مرورگر روانتر بشه. یعنی حتی روی سیستم های قدیمی هم ممکنه با یه آپدیت ساده حس کنی کرومت جون گرفته. ویژگی های جدید و امکانات کاربردی از موارد دیگه بروزرسانی گوگل کروم هست. گوگل دائم در حال اضافه کردن قابلیت‌های جدید به کروم هست. این امکانات میتونن تجربه کاربری ما رو خیلی بهتر کنن. مثلا ابزارهایی برای مدیریت رمزها، برای برنامه‌نویس‌ها گزینه DevTools یا بهبودهای مرتبط با حالت تاریک یا همون دارک مود و حتی هماهنگی بهتر با سیستم عامل. مورد بعدی پشتیبانی بهتر از وبسایت ها. طراحان وب همیشه از جدیدترین فناوری ها و استانداردهای وب استفاده میکنن. نسخه های قدیمی گوگل کروم ممکنه بعضی از این فناوری ها رو پشتیبانی نکنن. نتیجهش چیه؟ بعضی سایت ها ممکنه درست لود نشن یا یه سری امکاناتشون کار نکنه. اما وقتی مرورگرت به روز باشه، همیشه با تکنولوژی روز هماهنگه. مورد بعدی رفع باگ ها و مشکلات قبلی هست. حتما براتون پیش اومده که کروم یه رفتار عجیب از خودش نشون بده. مثلا یه افزونه درست کار نکنه یا موقع تماشای ویدیو صدا و تصویر ناهماهنگ باشه. خیلی وقتها اینا به خاطر باگ هایی هستن که توی نسخه فعلی وجود دارن و تو نسخه جدید برطرف شدن. پس با یه آپدیت ساده خیلی از مشکلات حل میشن. چطوری بفهمیم کروم آپدیت هست یا نه و اینکه چطوری گوگل کروم رو بروزرسانی کنیم؟ خیلی ساده. خب من اینجا گوگل کروم خودم رو باز میکنم. توی صفحه‌ای که باز شد از قسمت بالا سمت راست روی 3 نقطه کلیک میکنم. از منوی باز شده پایین روی settings کلیک میکنم. بعد از منوی سمت چپ وارد قسمت About Chrome میشیم. توی اینجا شروع میکنه گوگل کروم من بررسی کردن که آیا از آخرین نسخه استفاده میکنه یا نه و اینکه آیا نسخه جدیدی اومده یا نه. در صورتی که نسخه جدیدی شرکت گوگل ارائه کرده باشه، همینجا به صورت اتوماتیک شروع به دانلود آخرین نسخه میکنه و به صورت خودکار آخرین نسخه گوگل کروم رو نصب میکنه. بعد از اینکه نصبش به اتمام رسید، کافیه که ما یک بار فقط گوگل کروم رو ببندیم و مجدد باز کنیم. پس دوستای خوبم، آپدیت کردن گوگل کروم نه تنها امنیتمون رو بالا میبره، بلکه باعث میشه مرورگرمون سریعتر، بروزتر و بدون باگ باشه. یادتون نره یه کروم آپدیت شده یه اینترنت امن‌تر و لذت بخش‌تره. اگر این ویدیو براتون مفید بود حتما لایک کنید، نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید و اگر هنوز هم عضو کانالم نشدید دکمه سابسکرایب رو بزن. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.